خیلی برادرانم نیستا بودم در جمعه دیگر گذشته وعده کردیم برای انشاءالله دیدار خدا در جنت عزیزان ما امروز کم پیدا شدن از علم ناکرای خود انشاءالله از قرآن عظیم باشد از حدیث‌های پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله به سهم شما عزیزان میرسد. البته عزیزان من خدا خواهد این دنیای گذرا است. انشاءالله هممون در پی سفر هستیم. انشاءالله چی خدا برای ما شما مهلت داده است، چی 10 سال و چی 1 سال و چی 50 سال و چی 60 و چی 70 و 80 آخر عاقبت البته این دنیا انشاءالله خدا خطر میگیریم. البته پیش آمون بریم الله سبحانه و تعالی انشاءالله و عملهایی که دیگه کرده یک آیت هممون انشاءالله خدا خواهد جواب میدیم عزیزان من. انشاءالله دیدار خدا در جنت حق است. این به آیات و حدیثان پیامبر علیه السلام و ایمای امت مذهب امام اعظم رحمت الله علیه این سخن انشاءالله خدا خواهد تصدیق میکنه. انشاءالله البته انشاءالله آروز قیامت البته پیش الله میریم و دو که برای ما شما گذاشته از راه جنت و راه دوزخ اختیار ما شما جز داد. کسی که مجبور ندارد به نماز کنی و کسی که مجبور ندارد که عرق و زنا کن اختیار در دست ما شماست. کلام را خواهی چاکن انشاءالله البته مکافات چه نگیریم انشاءالله خدا فرست. برای البته دعا کنیم خداوند ما شما را از سماع غفلت بیدار کنه. این چشم‌هایی که این روز پرده‌پوش است حق نمی‌بینیم و طرف نگاه حق قدم می‌مانیم. الله سبحانه و تعالی چشم‌های ما شما را کشاده بگرداند عزیزان من. خدایا پروردگارا ما را از بندگانی طاعت کننده، عبادت کننده و شخص زنده دارنده بگردان و محیط خودت بکن و محبت محیط اسلام و محیط قرآن و محیط پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم بگردان. پروردگارا در این دنیا هم ما را خوار بکن و در آخرت هم از پروردگارا ما را خوار و ذلیل مگردان و بهترین نعمتی در آخرت این انشاءالله جنت است و دیداری دیدنی خودت است. پروردگارا همه مسلمانان روی دنیا را برای دیدنی یعنی جمال خودت الها مشرف بگردان. الها محبت ما را نسبت محبت خودت، نسبت حبیب و نسبت قرآن و مساجد اسلام الها زیاده بگردان. آن بندگانی که در راه گم هستند، در راه شیطان ملعون مجنون هستند، پروردگارا خود به یاد هدایت می‌گردان. هدایت از جانب خود است عزیزان من. برای شما برای دیدن خدا آیت بیارم در سوره عزیزان من یونس آیت 26 27 همین آیت دلالت در روز قیامت در جنت دیدار الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد دلالت می‌کند عزیزان من. الان چی بگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله یدعو الی دار السلام الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط من یشاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة
یدعو الی دار السلام، خداوند دعوت میکند و شما را میخواهد به سوی بهشت جاودان. عزیز من، الله همیشه مهربان است، همیشه آرام مشفق است و میخواهد که بنده‌اش نه در این دنیا و نه در آخرت آروزانی شود. خدا میگوید شما را دعوت میکنم به سوی چی؟ انشاءالله خدا خواهد جنت و هدایت میکند خداوند کسی را که بخواهد به سوی صراط المستقیم، راه حق، جنت جاودان. کسی را که خدا بخواهد انشاءالله هدایت میکند. هدایت در دست الله است. عزیز من، هدایت حتی در دست پیغمبر نبود، در دست عالمان نیست، بلکه در دست است الله سبحانه و تعالی است. کسی را که بخواهد هدایت میکند. عزیزان من، راه صراط المستقیم، راه حق را کسی را بخواهد. مسئله ما فقط رسوندنی سخن خدا مقام و جمعیت است. عزیزان من، ما به شما میرسانیم چی جنت، چی دوزخ، چی ثواب و چی گناه، لیکن هدایت در دست الله سبحانه و تعالی است. ما آرزو میکنیم که الله همه مردمان را هدایت کند برای صراط المستقیم. ما آرزو میکنیم که همه مسلمانان روی دنیا، عزیزا، همه تمام دنیا که کافران هستند، خداوند هدایت کند، راه حق نشان شدید و در این دنیا هم سربلند شدند و در آخرت هم الله سبحانه و تعالی سربلند شدید. در دامان آیت چه میگوید خداوند؟ الذین احسنوا الحسنی و زیاده. همین آیت دلالت به چه میکند عزیزان من؟ به دیدار حق سبحانه و تعالی در روز انشاءالله خداوند قیامت و در جنت بهترین انشاءالله خداوند. و خدا میگوید کسانی که در این دنیا نیکوکاری کردند البته مکافات نیک می‌دهند. در این دنیا نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج کردن، کارهای خوب کردن، البته جزای انشاءالله خداوند نیک می‌دهند. و زیاده همین آیت پیغمبر پرسیدن گفتن همین زیاده یعنی چی است؟ دیدار الله سبحانه و تعالی، یعنی معشوقه عاشق شد روز قیامت انشاءالله خداوند جوابش نمیدهد. عزیزان من، حتی خدا در دامی آیت چه میگوید؟ ولا یحرق وجوههم قتر ولا ذلة. روحهای من یگان سیاهی یگان خیرتی ندارد. اهل جنتی ها، اهل جنتی ها روحاشون مثل ماهی چهارده عزیزان من یلتس میکند، مثل انشاءالله خداوند روحهای سبسده دارد، نگردان نگردان. بهترین انشاءالله روحهای شما الله سبحانه و تعالی نگرداند. عزیزان من، وقتی که روز قیامت ما اجازت جنت دنبت اجازت آمش گرفتیم، از پل صراط که گذشتیم عزیزان من، در همون نزد در داخل جنت چشمه‌ها وجود دارد. همون چشمه‌ها در ما آوازه میکنیم، تمام کوه‌ها ارتفاع میشود. در راست آوازه میکنیم، در چپش آوازه میکنیم، تمام گیل و وش و نجاستان آوازه که میخوریم از که جنت میبراید تمام وجود ما شما تازه میشد. نه کینه نمیموند، نه حسد، نه بغض، نه نجاست. همه شب الله سبحانه و تعالی به همون آغاز که میکند پاک میکند. عزیزان من، و میگه نزد در واقع جنت بریم و انشاءالله در همین که در جنت میبینیم یک آواز خوشه میگه صدای میگه جلوی میگه و همون دخترهایی که شما خدا برای شما آماده کرده است که در همین دنیا برای شما طاعت عبادت، همون زنها میگه پیشوازی با شما میباید و ما شما را در کنارش میگیرد و مکانی که آخرین جنت است الله سبحانه و تعالی انشاءالله سزاوار میکند. عزیزان من، و به جنت انشاءالله ما شما داخل میشیم. معنای جنت ندانید عزیزان چی است؟ جنت یک باغ بی خزان است. در جنت عزیزان من بینید جوانی هست، پیری نیست، پیر نمیشید نکرد. همه 33 ساله در عمری حضرت عیسی علیه السلام میشود. من عیسی علیه السلام در 33 سالگیش آسمان اومده رفته است.
همین سوال بشود مردا از زنها فقط جدا در چی بشیدن؟ فقط مردا مویلت صبر بشود از همین مویلت صبرش از زنها جدا میشود. در زیبایی بهترین زیبایی را الله سبحانه و تعالی می‌دهد. در جنت ریش نمیشود، در جنت جوانی از پیری نیست، در جنت شادی از غم نیست. اونجا غم نمیخوری، پول مال همشه نمیخوری، غم روزی نمیخوری، غم دوست نمیخوری، همه شرایط مهیا است. در جنت خوردن است، آشامیدن است، باغ و باید نیست، نجاست نمیخوری. انسان وقتی چه در میخورد یک عرق پیدا میشود و همه عرق تمام خودگی حاضر میشه، چون که جنت جای پاک است. نه باغ میشه، نه باید، نه پیشاب میکنی، نه نجاست میکنی. ببینید جنت همه فقط شادی. در جنت نماز نمیخونی، ندرس. در جنت روزه نمیگیری، در جنت استنجا یکون و ایکون نمیگیری. همه شرایط در یک باغ مهیاست میشه. کمترین باغ در جنت برای یک مومن 100 باغ میشه. پیغمبر علیه السلام هر باغش از این دنیا کردن است. بعد فرشی دلکرد نماز، دلکرد نمازی که انشاءالله خدا فرمای کنید در دست که 1 ساعت فرمای الله بکنی انشاءالله خدا 10 مینوت و 15 مینوت الله مکافاتش کس نگرد. البته جنت است. نخلا نخلا بعدا میتونید سوره بروج آیت 11 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظیم. خدا میگه شخصانی که ایمان آوردند و شخصانی که ایمان آورد به روز قیامت که قیامت آمده است و عملهای صالح کرد، از گناه پرهیز کرد، گناه نکرد، برای اینها چه میگه؟ جنت استی تجری من تحتی الانهار، زیر هر یک درختش، زیر هر یک خاندان 4 جوی آب میآید. عزیزان رسول محمد بگو خدا وصف میکند جنت که من در جنت میگه 4 جوی آب پیدا کرده هستم. یکیش دریای آب، یکیش دریای شیر، یکیش دریای عسل و یکیش دریای خمر است و شراب طهور است و عرق با شما دیوانه نمیکند و عرق مثل امده حقارت نمیکنی، مثل امده عرق خودت دم کنه نمیزنی، مثل امده عرق خودت پدر کنه نمیزنی، مادر کنه نمیزنی، بلکه در عشق الله هست نشید. شراب و طهور را میگد. شما به هر یک تکسیدش این شراب ها را گیرمانهای خدمتگارای جنت پیشید. عزیزی من جنت فقط جای راحت، جای عذاب نیست. همه در راحت باشد، همه جوان نیستی، دیگر نمیبینید در جنت خواب نیست. عزیزانی من خواب نمیبینید، چون خواب دادن مرگ است. در اونجا شب نیست، روز نیست، در اونجا آفتاب نیست، مهتاب نیست در اونجا. چون جایی چی هست همیشه هر یک دیشش از الله، هر یک دیشش از مطلق. نه جای کار است، جای کار است. حاجت روز و حاجت شب نیست، حاجت کار کردن نیست، کار نمیکنی عزیزی من. سوره واقعه رو بخون، سوره الرحمن رو بخون، وحشی جنت 100% الله برای مشکل بیان میکنه. چی میخواهی درخت، چی میخواهی انواعی میوه؟ الحمدلله خدا. حتی همین زنهاتون هم فقط جنت میداید اگر فرمان اطاعت کرد، حجاب کرد، 5 وقت نماز خوانده باشد، شمار اطاعت را کرده باشد، راه خدا یافته باشد، انشاءالله با آیت جنت میشی. آیت جنت میشی اگر اینو کرده باشد. نکرده باشد حواله نشد و دستگیری کرده میتونید. بگو زن در نماز خوانده، بگو دختر در نماز خوانده، بگو خواهر در نماز خوانده، بگو افعال حتی عبادت بگو 100% نماز را برپا کنند. این راه فقط راه این مکافات ها نیست. در جنت خوردن است، آشامیدن است، حتی جما کردن است. به همین زنها خواب ببینید، نیستی دنیایی خواب رفتن و فی اکلی که من شوربی و جامی
100 پهلوان ساعتها خوابیدن. خدا خواهد با همون زمان دختر بزرگان جنت از دخترها بکریش بود نمیشد دختریش. ما میگن برای دختر رسیدن 100 میلیون پول داریم. دختری خواهد بودن 100 میلیون کجا بگیریم. 5 سال 10 سال چه زحمت ها بکشید. خدا 70 دختر بده. بغیر زنی این دنیا بید. خدا 70 دختر بده. اون دخترها در 1 دقیقه عزیز من انشاءالله خدا فرحت 70 من جلو بگیرم. همیشه خوشوار، همیشه زیبا هستندی. پیغمبر اسلام برام که میگه روش دعوی میبینی. و دختران علی خوندگیش ایدانمش گذاشته نمیدی. عزیزی من او مثلا اینی گنوش گذاشته نمیدی. از بالای دیباش میگه ساتی من دوست باشه نمیدی. اگر میگم پیغمبر اسلام اگر دخترای جنت 1 تار موش اگر در دنیا برداید 1 تار موش تمام دنیا را روشنی نمیدید. چنان زیبا هستن انشاءالله. برای این که در این دنیا گناه نکنند انشاءالله. برای این در این دنیا الله شناس. برای این در این دنیا غیبت نکن، عدد نکن، زنا نکن، دزدی نکن، قمار بازی نکن. انشاءالله این مکافات درش. پیغمبر اسلام جاری روایت میکند کنا جالسا عند رسول الله صلی الله علیه و آله میگه نبی رسول الله شدی به دکتری 14 بود میگه ما بسیار تشنگی بود بگرد بسیار خوشنودی تمام این مدینه در روشنیش بگیرید. همه ساتیفتان اینکم سترون ربکم کما ترونها. شما در روز قیامت در جنت میبینید خداتون چنان که همین ماه شب 14 هم میبینید. میشه ماه 14 چنان میبینید همچنان انشاءالله خدا الله هم میبینید. عزیزان من دیدن الله حق و راست است. کسی که این کار بکنه کافر میشود. کسی که گوید دیدار خدا نیست در این دنیا نیست. در این دنیا ما با این چشمای خودگناه دیدن نمیتونیم چون که الله نورش زیاد است. ما نمیتونیم خدا با این چشمای خودگناه با این چشمای که اندک چیز ببیند دیدن نمیتونیم. چشما مکفیده نگاه. اگر الله سبحانه و تعالی بری بگاه دیداشته برای ما شما نشون میداد انشاءالله بهترین در جنت جامعه عبادت میکنند روز میگن همه در جنت یا در جنت در عیشش نمونن میگن یک باره میگن آواز میگن سلام قولا من رب رحیم. خداوند برای ما شما سلام میگن از جانب پروردگار برای شما میگن تینجی باد آزادی باد شادی باد. تمام مردم میگه چرا میگن سراشون ببرند که میگه یک نور میگه انشاءالله شما میگن جلوه میکنند یک نور انشاءالله پیدا میشود. حضرت جنونی همین مثله های لحظه های دیدنی خدا را بسیار در نظر شیرین دراوردن هر دو مثلن و زنش ما را قد شهرداره میدهیم. مولای جنونی رحمت الله علیه بسیار شخصی معتبر شخصی بسیار عالی هستند. اکثر صحبتهای ما اکثر در میزان ما همین حلقت انشاءالله ایجادی را داشته میادیم. همه ساهنده ایجادی در کتابت و چی نماز و چی دیگر و حافظا حضرت شاکرگر ایجاد کرده و این چنین دیدن خدا را ایجاد کرده حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. زلطفی خش برام میکند رفت بسوی آن ملائکای مکرم ایجاده که موفیرم از پیش با شاکان نمایم جلوهی خش. خدا میگه فرشته‌های مکرم حضرت جبرائیل فرمان میبره جبرائیل چکار میکنی این پرده ها را از پیش من برد تا اینکه این معشوقا عاشق شوینند. حضرت جبرائیل هم میگفت سلام برو پیشی جنتی ها بگوشو شما در دنیا یک آرزو داشتید. وقتی که میومدن میپرسید از شما در دنیا چه آرزو داشتید هرچند میکردن بیان نمیومدن. یک کس پیش عالمان بپرسید. وقتی پیش عالمان میومدن میپرسیدن که ما در دنیا ای عالمان چه آرزو داشتیم ما میگفتیم که یگانه آرزو دیدن خدا بود. افتس پرده ها را برد
زیر پیشش فرمان میکند رفت بسوی آن ملائکه‌ی مکرم حجابی که بود گیرند از پیش با مشاکان نمایم جلوه خویش بگردد آن ملائکه پروردگار ببیند اهل جنت زود دیدار همه در صد حیران است و حیرت زی خود بی خود شوند از آنکه وحدت یک بار خدا میگه پرده ها رو میکشد جماعشن نشون میدهد همه عزیزان من دستش میرود و دیدن انشاءالله جمال الله سبحانه و تعالی همه جنتیان از خوش میرود دیدن از دارد باید کنه فرمان از 100 سال زیرا که دیدنی بیداری حق نار ازش جمهوری بگم باید دیدن شد 100 سال اهش میرود 100 سال عموم انداز نعمت جنت انجام شده همچون در خواب از خوشنودگی 100 سال خواب برانه دارد چنان خدا جمالش دارد چنان جمال انشاءالله زیبا دارد که الان ما را نصیب گردد و همون دعا کن پروردگار کن روز قیامت از جمال مرا مشرف کردی از جمال مرا محروم مگردون و رحمت خودت بر هر روز دعا کن انشاءالله خواهد و یکون فرمانم 100 سال زیرا که دیدنی بیدار حق نار پس آنگه امر ساید آدمی راست و سوی جبرائیل سدر پرواز مهمان را مستی سال بیدار تا که این به خودی گردن هوشیار ازش جبرائیل تصبر آکر بنده را بیدار از خواب بیدار شد گردار شد که به یک دیدنی جمالی و 100 سالت افروش رفتن ازش جبرائیل همین نیمده است ما شما را میسی از خواب بیدار کردن همون را بیدار است که اصلا غیبان را خدا و چی شد برای تو و چی ازش رفتی تو افتر ما دیداری خدا را دیده ازش رفتی ما آرزو همین بود که در دنیا فقط جمال الله همینه با آرزو امون رسیده اینه محیطان راز مسیح سال بیدار که دامینی بهبودی گردن هوشیار روان در خطرهای خیش شادان که دارد انتظاری حروب نمان بیدار شد برای خطرها شد هر یک موشمان علای در خطر بشد عزیز من روز قیامت انشاءالله برای شما الله که در خطرهای پاشا میشود این خطرهای پاشای دنیا دم شده گیرد این دو بیندی دو خطرهای دما شده گیرد وای پیغمبر رو یک 26 کیلوات یک 26 مکرد المشرق اصلا که یک جا بیچه همه آبی دهنا میروید عجب زیبا شد عجب خوشروش برای شما کسرها است عزیزان من در هر کسرها کلمات هست کلباهای ملایم ابریشم است در بالای هر یک کلمات یک دختر جنتی انتظاری شد میگه اونو پیمان انتظاری راستن برای شما فراموش کردن راه چه فراموش راه عیشی انشاءالله خداوند جنت داریم خدا میگه بیدار شد خدا راه که دارد انتظار حور و منبار بیاید جبرئیل با امر جبار کند آن جمله را از خواب بیدار بگوید این چنین شد امر سبحان روان در کفرهای خود مهیمان ایداش نکنه میگه درست است بیاید زنها و دخترهای جنتی منتظرش باشد الله و نعمت خدا برای شما آماده کرده خیلی ایداش میکنه میگه طرفش میکنن خسرهاش میکنه میرن شوان از دیگه ها شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و گلمان جنتون فکری ای جبرئیل مولا حور و اون دخترهای جنت ناز و نعمت دیگه در کار نزدن ما فیمان بار نگیم که خداوند بار دیگه
در دیدار بینید و یه دیدم فراموش بکنید همه این موضوع نعمت انشاءالله جنت عزیزی من بدون لذت این داخل ندارد نظر سالم با او حکماره که مسئله حسن نبود قید اغیار ملایمات آدم از سودی دار افتسته ما بول المالتون و جنتات هیچی فایده نیست ما فقط در کار هستی یک بار دیگه انشاءالله فلاخت دیدار اختارد یک نشون داده بین هر لحظه آرزو میکنه یک بار دیگر دیدار الله سبحانه و تعالی این عزیز من بسازم این قدر غوغا گذاری شود فرمان بفضل لطف باری که فردوس و همه نعیم و بهشتم تمامی اون بهر احسان سرشتم و بگر جمال من تمامی ناز و نعمت جنت آماده کردم برای بنده البته استفاده برم البته بخورم تیراشو کردم ما که در دنیا 5 وقت نمازم میخوندم در دنیا یک ماه بلکه مابد ماه رمضان داید مورد گنده ماه شهید رمضان داشتم از دست من از حرامات پرهیز کردم از گناه‌ها سرکشی کردم من بغیر دیدار این ناز و نعمت برای راه مزه کردم راه بخورم انشاءالله بین عزیزی من باش کار کنم دلکر نماز میخونی خداوند و چقدر کم بودی و چقدر خطا و سهل کنی خدا مکافات موقعیت مالکه مکافات کی چشم ندیدن از دل نگیدن در جهان خداوند بعضی برادران در شب خواب جنت نشان داده نکردن اگر کسی آره باشد در بحثی خلافت همین دنیا نخدا مکان تنشون میدید همین دنیا نمیدید جاده میبینی همون خلافت قصر بادن میبینی همون انشاءالله خلافت مکان تنشون انشاءالله اگر چی باشی با باشی اگر خوب باشی اگر نماز تعمل کنی اگر فرمان خدا سرگشت بکنی انشاءالله با دنیا دادم صدرن بخاری غریبی و ریاضت گذاری خدا بسید من در دنیا بسیار زندان و رنج و عذاب دارم بسیار رنج کشیدم آزمون شد برای یک زندگی کردن چند مملکت تایی کردن یعنی برای یک خود یافتن و برای یک زندگی در این دنیا چقدر مشقت بکشید چقدر عذاب بکشید انشاءالله من در دنیا چقدر سال جاری دادم کنم رفتن شود در عیش دینان بینوشن رو شهرها ساعت و ساعت برای مستقی در جنت بود بر عیش بشیرن کنن راحت کنن ساعت و ساعت هر نمود نوشابیان بنوشن انشاءالله هر نمود نوشابیان بنوشن به هر جمعه بیایم اندر اینجا منیرن جمال جیغه ما من بعدا میتونیم خدا جنتیان بگی هر جمعه البته دیدار میشه انشاءالله هر روز جمعه انشاءالله الله سبحانه و تعالی در جنت بازار است بازار همه مردان جمع میشن بدی جمع شدن الله سبحانه و تعالی دیدار شفاقت مشکل میداده است که ما از باید حسن و جمال و با زیادتر میشد با زیبایی و زیبایی نتونه رسل من ببینید وقتی که ما دیدار چیم الله سبحانه و تعالی آخر شما مشاهده میکنیم این حق است عزیزان من البته جنت حق است دوزخ حق است کسی که اگر اسلام ایمان نیارد نماز اسلام یک جوان یعنی نمازها مختصی در بین یک قوم و جمعیت در جنت دیدن است و خوردن نیست نوزدی لازم داریم اگر این عقیدش درست باشد این عقیدش باشد کافی میشه در جنت فقط دیدن خوردن است در جنت آشامیدن است در جنت جماع است در جنت فقط راحت کردن است فقط دیدن نشینیده و چون دریایی که خدا در سوره محمد وعده کرد که ما دریای آب آفریدیم دریای عسل آفریدیم دریای شیر آفریدیم دریای عرق آفریدیم شراب و طعامی برای که برای نمایش فقط فقط نشون میده تمام نه این دنیایی که فقط متعیب است نشون میده نمیده
خدا دروغچی نیست، خدا فریبگر نیست. الان چیزی که وعده میکنه در قرآن همش حق است و راه است. عزیزی من از خدا انشاءالله امید از خدا بدست. البته جنت حق است و راست است انشاءالله. من جمعه دیگر درباره جنت بحثی جنت برای شما انشاءالله خدا هر صحبت میکنیم اگر الله سبحانه و تعالی چیزی فرصتی دم کرد. دو تا سوال در پیاست، سوال رو هفته نتونستیم جواب گردونیم. دو تا سوال در خدا جواب بگردونم. یکی سوال از من درباره کیما. امروز این مصیبت سخت خدا فرمود انشاءالله باره مسلمان ها آمده یه چیز کیما است. حتی نماز ها رو فرستی هم شیعه نفرستی هم بعد نماز ها بچه ها روسی هم نماز بخون. من در نمبر شکل کسی که کیما را حلال میدوند خود کافی زن طلاق میشه. ایو خدا سبحانه و تعالی من آیت دارم حدیث دارم برای شما. خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن سوره دسترخوان مائده 90 آیه چه رفته برام 90 آیه سوره بقره الله سوره مائده دسترخوان الله 4 چیز حرام کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدا میگه به آنانی که ایمان آورده اگر ایمان نداشته باشید کاری کرد. اگر به یگانگی خدا ایمان داشته باشید روز قیامت ایمان داشته باشید کاری جذاب و کاره میگه این که بردوستی یکم عرق برده هست یکم خمر عرق حرام. کسی که عرق حلال میگه هر چاری نه حکمش یکه. کسی که عرق هم حرام می کافر میشه نیکار بریده میشه. و میسر بگیست کیما چین نمود کتی میزنیم کدام کاری که نان پل میمونیم. امروز چی بود مالا که امروز راقت نایران رو بوده بیست 40 لای من دوم شکیتن حضر نکنم چونکه خدام کرده خدا درمان شنگی یک نمیشه بوک و بلا بوک و گور بوک. امروز انشاءالله خدا خواهد مسلمان نماز که بسدهی با چی داره کیمار باید بگرد. کیمار حرام است ولی چی خدا حرامش کرد دونیست که امروز زن تباید درسته امروز ماشین تباید درسته خونه تباید درسته درسته این رایانی سوخت من چندی شدیم ماشین هاشم چندی 10,000 15,000 30,000 100,000 باید درسته دمش دارم مردن گشته. اگر همون کیمار ماشین سواشه ماشین تم حرامه ای همون کیمار خانه سازی خانه تم حرامه از همون ماشین اجنبی هشتم حرامه ای همون کیمار اگر چی خونه تا بخونی بچه کشاده همش حرامه خیلی حساب کنی حرامه. کسی که کیمار بازه نوش نخیره ولی چون که حرام کنه ولی چون کیمار خدا حرام کرده تو چی داری که حرام کرده خدا را حرام میدی؟ چی داره؟ کافی نداره. مسلمان حق نداره که حرام کرده الله چکا کنه حلال کنه. امروز من داخل ماسته داخل تلفون رو شد امروز داخل کلمون هنی قتیل میگوی هنی کلمون چی؟ همش کیمار هست. امروز ماشین یک پیشتگیشه در کیمار میندازه ماشین پیشتگیشه در کیمار بازی داره. من خدا علیه که همون کرد امروز با چی؟ شرابش بلاوردن وینوش بلاوردن ودکش بلاوردن شمپانش بلاوردن همش یک دوره. پیامبر اسلام حدیث صحیح شه کل مسکر خمر و کل خمر حرام. هر چیزی که کیف کرد و عراق است هر چیزی که عراق است و حرام است. چیکار نداره چی پاپرس میکشی چی ناز میکشی چی نشه میزنی چی گره میزنی چی که ما را با کرده بازی میکنی چی با اشتاری بازی میکنی چی با بیرد بازی میکنی
فرقی نداره. حتی فوتبال بکنی اگر در فوتبال پول موندن یا دیگری دیگه موندن حرام است. فوتبال سپورت عادی بازی پول نمیدن. باید پول چیز نمخدافت بسن که ما که زده شد از پول زده شد میمونی خلافت با سکشکاش بکنی اصلا نمونی دستون نمونی درد نمونی سکوبت خلافت سن نده سکوبت خلافت نشد نمونی تاریخ نظر شباید بوده برو دواست و شروع بخون خلافت نشد تاریخ از زندگی بکن زندگی حلال کن حلال با حساب حرام با عذاب یادم دارم حرام که نشی عذاب هست نماز هم قبول نیست نماز به دوازده فرض متفقون علیه دوتاش بدنی کن لباسی کن اگر به همون قیمال لباس نپوشی حرام ای خدا بودن تو مسلمان تو خدا باید قیمال بازی نوارد اگر اگر مسجد نمیتی ما باشه قیمال باید مسجد نوارد نمیتی ما او پریت حرام هست مسجد هم رسا بگیم مسجد اینا کرد میشه پری حلال کرد میشه و بعضی هاش قیمال زده بعضی ها با خرد بسر میکنه بعضی ها ما را اخلال خرد و خرد قبول نیست اولا شده پدر مادر با همون قیمال نداشته خرجش خرد نیست از خدا بترس حلال زندگی حلال کن حلال کنش میشه آدم قریب 10-15 تا بچه ها خونش داشته خونش درد دیده قیمال زده خوناش درد از گشت کلکلیه پل برای خدا دونیستی منفیت ندارد دونیستی برای شما دارد و خدا هست این سوال دیدن در مورد دزدی دزدی هم مثل قیمال است عزیزی من گشنگی مرو دزدی نکنه حرام نکنه نه حرام است وقتی که می‌ریزی مالی کسی و لباس بکنی نماز نمیشه چون این لباس بخواه با من خلافت آن بشه آیت هم نصابه این خدا راضی نیست خدا قرآن سوره انشاءالله خلافت مایدن نیشونی الله سبحانه و تعالی چه میگن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما خدا میگه کدام مردی که دزدی میکند کدام زنی که دزدی میکند دستش بریده میشه وعده امروز که ایشا شریعت نیست که نیست امروز دولت دموکراسی اگر قانون شریعت باشد امروز راحت چندین دوزار دستاش بریده میشه چندین زنای مردی زیناگری خدا زده انشاءالله سنگسار کرده بشه کدام مردی که زن دارد کدام زنی که شو دارد اگر جیما کند درگریش حرام کند جاش سنگسار است افسوس که قانون امروز 8 سال قیامت نمیکند ولی بیتابه ما انشاءالله خیلی قضا رو نگیریم پیغمبر فرمود کسی که زنا میکند در وقتی زنا کردنش گفت این یزنی و هو مؤمن و این مؤمن نیست از سال کلامی توی که دزدی میکند در وقتی دزدی کردنش و این مؤمن نیست ایمان رو جدا میشود هر آدم 40 روز نپاک میشود 40 روز اگر مبادا تا 40 روز مرده بودی خدا نگهداره به ایمان میره هر انسان 40 میگن تو 40 روز نپاک میشود حق نپاک از خدا بترس ما خدا برای دزدی برای غارت دنیا را نآورد انشاءالله خداوند این حدیث های آیات ها همش دلالت خلافت روز نشد اجرا میشد امروز کردی دعوت کن بودته کسی پچه دزدی ببین انشاءالله خلافت بودته امروز قیمار که ببین اپلا تمام پتا اپلا خلافت دوش پتا امام اعظم رحمت الله علیه چنان خدا درد کرد نزدی مذهبی ما 10 درهم 10 دریا سیکی دزدی کنند دستش بریده میشه ای بنده برای چی دستش بسته چون که مهمترین انسان میترسه اما بدونند همه انسان دیگر خلافت قبیله نتونه دست لبنتی یا عموما قبیله نتونه عموما دونه تمامی لازم این حلاکت دسته به دست چکار کنه میتونه نه آقا خورده بتونی نه شیطه برداشته بتونی نه تارت داره بتونی محتاج یک کس بشینی از این سختر عذاب نیست
برای خدا خصوصی دست بگیره این دنیا رو نبرن کابل که او آخرت نمیبرند این دنیا رو سنگسار نکنن آخرت رو سنگسار نکنن ولی جزا مقرره بریم چی میگه ما شما توبه کرد انشاءالله برگرد حلال زندگی تو حلال انشاءالله حلال رایی تو حرام را عذابه حرام هایی کار میکنی عذاب داره ایوان نبودن دنیا نخونده یک کسی دنیا دیگه نفته ایوان نبودن میبینن البته میبینن یک کسی فان کاری کار میکنه این دنیا میکنه من خدا خوبی کسی فان کاری فان میکنه کسی از دنیا کنی ظلم میکنه 5 سال 10 سال بسر میگیره ولی می مستعبد شما کرد انشاءالله حلال زندگی حلال بکن حلال مچ نمود دنیا نومی دلدی کسی دنیا دا اومد نگذارو زیداگری کسی اومد نگذارو رسما کسی اومد نگذارو عاقبت زندگی مردن است مولا نه که آخر این زندگانی مردن است آبروی نزد مولا مردن یک آبروی کسی برا خدا فرمی شد تعریف کنن سالا و اصلا که ملدس موشی بود همه نفایدش نشی نماز خوب عبادت کننده بود طاعت کننده بود گناهکار نبود فقط همین صورت بکشید که روز جامعه 10 طایفه نشدن من یک جمعه صبح بکنم شما 10 طایفه اگر خدا علاهیده بکشید یه نماز علاهیده بکشید دوز علاهیده بکشید همه نمایان در اعلام میشه که مدامت ای دوست که ازم نمیری ببینید یا پس ببینید اتر تمامی دنیا او محکمه سیدی 5 تا کسی نمیشه امروز آورد 5 تا کسی دیارده به همه دنیا میبینن آشکارات سود بشه همه تمام پیغمبران محمد بیچاره خجالت میشود باشیم از گناه ما شما سعی محمد اخلام نکنید انشاءالله خدمت کردی چی انشاءالله خدا سنت شو چی کاری محمد کردی امروز سعی محمد اخلام نکنید روز قیامت ناموس مثل محمد امتی باید میره پایشن نباید بیکاری شنو سعی روز قیامت محکمه سیدی آقا میشه پایسته نستاده محمد وقتی که خدا خواهد احساس میزه میزی نگه یک آدم بچهش 3 سال در مسافریت بگه بچه ای امیدان روز بدن مادر افرسانگی بچه هم دید در فرودگاه میره همیشه محمد بیقرارانه پایسته میزده که امت بزرگی تستن از حساب کتابی رای خلاص شد اگر خوب باشید در کنارش بگیرد میخوانید از الحمدلله امتی من هستید محمد کسی را شفاعتگر است که او در جامعه پیغمبر است که شفاعت میکنه کسی که فرمان محمد کرده باشد سنتاش به جا آورده باشد دزدی و زنا و قمار نکرده باشد انشاءالله فقط شفاعت میکنه فقط الله سبحانه و تعالی بهترین مکافات به سزاوار میکنه در اینجا وقت همشید است عزیزانی من